سلام، به زمزمه ها خوش اومدین. هر شعری یک قصه ای داره. این بخش میخوایم بریم سراغ یک شعر با یک قصه بسیار بسیار جذاب. شعر علی کوچیکه از خانم فروغ فرخزاد. علی کوچیکه، علی بونگیر نصف شب از خواب پرید. چشماشو هی مالید با دست، 3-4 تا خمیازه کشید پا شد نشست. چی دیده بود خواب یه ماهی دیده بود. یه ماهی انگار یه کپه دوزاری، انگار یه تاقه حریر با حاشیه منجوکاری، انگار که رو برگ گل لال عباسی خامه دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن تو چشاش 2 تا نگین گرد صاف الماسی. همچی یواش خودش رو آب دراز میکرد که باد بزن فرنگیاش صورت آب و ناز میکرد. بوی تنش، بوی کتابچه های نو، بوی یه سفر گنده و پلوشی دو، بوی شبای عید آشپزخونه و نظری پزون، شمردن ستاره ها تو رخت خواب رو پشت بوم، ریختن بارون رو آجر فرش حیات، بوی قوطی‌های آب نبات، بوی لواشک، بوی شکلات. انگار تو آب گوهر شب چراغ میرفت، انگار که دختر کوچیکه شاپریون توی کجاوه بلور به سیر باغ و راغ میرفت، دور و ورش گل ریزون، بالای سرش نور بارون. شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه، شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه، شاید که یه خیال تند سرسری بود ماهیه. هر کی که بود علی کوچیکه محو تماشاش شده بود، واله و شیدا شده بود. همچی که دست برد که به اون رنگ روون نور جوون نقره نشون دست بزنه، برق زد و بارون زد و آب سیاه شد، شکم زمین زیر تن ماهی باز شد. دست گلا دور شدن و دود شدن، شمشای نور سوختن و نابود شدن. باز مثل هر شب رو سر علی کوچیکه دستمال آسمون پر از گلابی، نه چشمه‌ای، نه ماهی، نه خوابی. باد توی بادگیرا نفس میزد، زلفای بیدو میکشید، از روی لنگای دراز گلاغا چادر نماز کدریشو پس میزد. رو بند رخت پیرنزیرا عرقگیرا دست میکشیدن به تن همدیگه، هی حالی به حالی میشدن، انگار که از فکرهای بد هی پر و خالی میشدن. سیرکا سازا رو کوک کرده بودن و ساز میزدن، همچی که باد آروم میشد قورباغه‌ها از ته باغچه زیر آواز میزدن. شب بود و هر شب بود و چند شب پیش و شب‌های دیگه، اما علی تو نقیه دنیای دیگه. علی کوچیکه سحر شده، نقره نابش رو میخواست، ماهی خوابش رو میخواست. رهاب بود و قرقر آب، علی کوچیکه و حوض پرآب. علی کوچیکه نکنه تو جات وول بخوری، حرفای ننه قمر خانم یادت بره گول بخوری. تو خواب اگه ماهی دیدی خیر باشه، خواب کجا حوض پر از آب کجا. کاری نکنی که اسمتو توی کتابا بنویسن سیاه کنن طلسمتو. آب مثل خواب نیست که آدم از این سرش فرو بره، از اون سرش بیرون بیاد، تو 4 راهاش صدای سوتک پاسبون بیاد. شکر خدا پات رو زمین محکمه، کور و کچل نیستی علی، سلامتی چیچیت کمه. میتونی بری شابدالعظیم ماشین دودی سوار بشی، قد بکشی خال بکوبی، جاهل پامنار بشی. حیف آدم این همه چیزای قشنگو نبینه، اله کلنگ سوار نشه، شهر فرنگو نبینه. حالا فصل گوجه و سیب و خیار و بستنیست، چند روز دیگه تو تکیه سینه زنیست. ای علی دیوونه، تخت فنری بهتره یا تخت مرده شورخونه؟ گیریم تو هم خودتو به آب شور زدی، رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی. ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمیشه، نون نمیشه، اون یه وجه پوست تنش واسه فاتی تنبون نمیشه. دست که به ماهی بزنی از سر تا پات بو میگیره، بو تو دماغا میپیچه، دنیا ازت رو میگیره. بگیر بخواب که کار باطل نکنی، با فکرای 100 تا یقاز حل مسائل نکنی. سرتو بذار رو نازبالش، بذار به هم بیاد چشت. قاچ زین و محکم چنگ بزن که از سواری پیش کشه. حوصله آب دیگه داشت سر میرفت، خودشو میرفت تو پاشوره در میرفت، انگار میخواست تو تاریکی داد بکشه آهای زکی. این حرف اون کسایی نیست که اگه یه بار تو عمرشون زد و یه خواب دیدن، خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلو کباب دیدن. ماهی چیکار به کار یه خیک شکم تاغار داره؟ ماهی که سهله، سگش هم از این تاغارا آر داره. ماهی تو آب میچرخه و ستاره دستچین میکنه، اون وقت به خواب هر کی رفت خوابشو از ستاره سنگین میکنه. میبرتش از توی این دنیای دلمرده 4 دیواریا، نقنق نحس ساعتها، خستگیا، بیکاریا، دنیای آشرشته و وراجی و شلختگی، درد قلنج و درد پرخوردن و درد اختگی، دنیای بشکن زدن و لوس بازیه.
ارسطومات بازی و ناموس بازیه. دنیای خیابونا رو الکی گز کردن، از عربی خوندنی لچک به سر حس کردن، دنیای صبح سحر رو تو توپخونه تماشای دار زدن، نصف شبا رو قصه آقا بالاخان زار زدن، دنیایی که هر وقت خودش تو کوچه هاش پا میذاره یه دسته خاله خانباجی از عقب سرش، یه دسته قدار کش از جلوش میاد، دنیایی که هر جا میری صدای رادیوش میاد. میبرتش از توی این همبونه کرم و کثافت و مرض به آبیای پاک و صاف آسمون میبرتش، به سادگی یک کهکشون میبرتش. آب از سر یه شاپرک گذشته بود و داشت حالا فروش میداد. علی کوچیکه نشسته بود کنار حوض حرفای آب و گوش میداد. انگار که از اون ته ها از پشت گلکاری نورا یه کسی صداش میزد، آه میکشید، دست عرق کرده و سردش رو یواش به پاش میزد. انگار میگفت 1 2 3 نپریدی؟ من توی اون تاریکیای ته آبم به خدا، حرفمو باور کن علی، ماهی خوابم به خدا، دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن، پرده های مرواری رو این رو اون رو بکنن، به نوکرای با وفام سپردم، کجاوه بلورم هم آوردم، 3-4 تا منزل که از اینجا دور بشیم به سبززارای همیشه سبز دریا میرسیم، به گله های کف که چوپون ندارن، به دالونای نور که پایون ندارن، به قصرهای صدف که دربون ندارن. یادت باشه از سر راه 7-8 تا دونه مرواری جمع بکنیم که باشون تو بیکاری یه قل دوقل بازی کنیم. ای علی من بچه دریام، نفسم پاک علی، دریا همونجاست که همونجا آخر خاک علی. هر کی که دریا رو به عمرش ندیده از زندگیش چی فهمیده؟ خسته شدم، حالم به هم خورده از این بوی لجن. انقدر پا به پا نکن که دوتایی تا خیر فرو بریم توی لجن. بپر بیا، وگرنه که ای علی کوچیکه مجبور میشم بهت بگم نه تو نه من. آب یهو بالا اومد و هلوفی کرد و تو کشید، انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید. دایرهای نقره‌ای توی خودشون چرخیدن و خسته شدن، موجا کشاله کردن و از سر نو به زنجیرهای ته آب بسته شدن. قل 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 طلاب قل 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 طلاب چرخ میزدن رو سطح آب، تو تاریکی چند تا حباب. علی کجاست؟ تو باغچه. چی میچینه؟ آلوچه باغ بالا، جرأت داری؟ بسم الله. دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین. حتما یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. تا قصه بعدی، خدا نگهدار.